راههای رسیدن به موفقیت. زندگی کردن خیلی سخت میشه اگر نتونیم در زندگی خود فردی موفق و تاثیرگذار باشیم و مجبور باشیم افسرده و بی‌اعتماد به نفس باشیم که اینجوری روز به روز بازنده‌تر هم میشیم. پس کاری نکردن جوابگو نیست. توی این ویدیو 10 تا از باید و نبایدهای مراحل رسیدن به موفقیت در زندگی رو میگم که دهمیش استراتژی است که بتوانید روی مسیر رسیدن به موفقیت متمرکز باشیم که در زندگی خود پیشرفت چشمگیری داشته باشیم. شماره 1. برای رسیدن به موفقیت متعهد باشید. یکی از راه‌های رسیدن به موفقیت تعهد داشتن است. با تعهد می توانید برای رسیدن به موفقیت انگیزه پیدا کنید. شما باید یک لیست تهیه کنید که شامل هدفتان، میزان تعهدتان و آن چیزی باشد که برای رسیدن به هدفتان دوست دارید انجامش دهید. حفظ تمرکز روی برنامه بسیار مهم است. این کار کمک می کند تا حداقل 15 دقیقه در روز را برای فکر کردن به برنامه خود کنار بگذارید و در جهت انجام آن تلاش کنید. این کار هدف شما را در ذهنتان تازه نگه می دارد و به شما اجازه می دهد که تمرکز خود را روی آن حفظ کنید. تعهد داشتن در راه رسیدن به موفقیت بسیار مفیده، اما هرگز کافی نیست. از مسیر آموختن بخش مهمی از ارتباط گرفتن با دیگرانه. شماره 2. از مسیر بیاموزید. یکی از راه‌های رسیدن به موفقیت این است که به جای تمرکز شدید روی نتایج، دستاوردهای خود را به مراحل کوچک لازم برای رسیدن به موفقیت توجه کنید. اگر به خودتان اجازه لذت بردن از پیروزی‌های کوچک در مسیر را بدهید، رسیدن به هدف در هر روز به ماجراجویی جدید تبدیل می شود و بیشتر احتمال دارد که در مسیر خود باقی بمانید. با انجام این کارها چیزهای جدید و هیجان انگیزی را در این راه خواهید آموخت که می توانند به شما در رشد فردی کمک کنند. حالا که راجع به مسیر رسیدن به موفقیت حرف زدیم، باید بدونید که برای اینکه از مسیر لذت ببریم باید مثبت بیاندیشیم و انگیزه خود را برای ادامه تلاش حفظ کنید. شماره 3. برای رسیدن به موفقیت مثبت بیاندیشید. یکی از راه‌های رسیدن به موفقیت مثبت اندیشی است. شکلگیری ذهنیت مثبت در واقع اعتماد به خود و توانایی‌تان برای رسیدن به موفقیت است. جایگزین کردن هر گونه افکار منفی با افکار مثبت بسیار مهم است تا بدون توجه به چالش‌هایی که پیش رویتان است انگیزه خود را برای ادامه تلاش حفظ کنید. به زمانی فکر کنید که بچه‌ها راه رفتن را یاد می‌گیرند. آنها با افتادن متوقف نمی شوند بلکه دوباره بلند می شوند و ادامه می دهند تا اینکه یک روز می توانند به راحتی شروع به حرکت کنند و خیلی زود بدوند. برای اینکه در مسیر زندگی مثبت بیاندیشیم بعضی اوقات در راه‌های رسیدن به موفقیت باید دیدگاه خود را تغییر دهید. شماره 4. دیدگاه خود را تغییر دهید. بعضی اوقات در راه‌های رسیدن به موفقیت باید دیدگاه خود را تغییر دهید تا بتوانید وضعیت چالش برانگیزی را به وضعیت بهتری تبدیل کنید. وقتی روز یا هفته بدی دارید، به جای آن که تصور کنید که روز یا هفته خوبی است، به خودتان فرصت و زمان دهید که فقط با استفاده از گفتار مثبت به وضعیت خود بیاندیشید و ببینید که روز یا هفته شما چقدر تغییر می‌کند. انجام این کارها برای مدت زمان طولانی می‌تواند کل زندگی شما را تغییر دهد. شماره 5. از مسیر لذت ببرید. اگر مسیر رسیدن به موفقیت شما بیش از حد خسته کننده شود، موفقیت سخت‌تر خواهد بود. یادگیری آنچه توانایی انجامش را دارید میتواند سرگرم کننده و هیجان انگیز باشد. بنابراین مهم است که اهداف خود را ساده و سرگرم کننده نگه دارید تا تجربه احساسی و مثبتی داشته باشید و با حفظ دورنمای هدف به جلو حرکت کنید. پس حالا که اهمیت دیدگاه را متوجه شدید، باید برای اینکه بتونید کل زندگیتان را تغییر دهید نیازه که با خودتان صادق باشید. شماره 6. برای رسیدن به موفقیت با خودتان صادق باشید. یکی از راه‌های رسیدن به موفقیت صادق بودن است. اگر زمانی متوجه شدید که هدفتان به بنبست رسیده، لازم است در مورد دلیل این امر با خودتان صادق باشید. از اینکه مسئله را متوجه شدید بکوشید راه حلی پیدا کنید.
تا به سمت رسیدن به موفقیت هدایت شوید. خود را به چالش بکشید تا از محدوده امنتان خارج شوید. اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده، قطعا آخرین مورد این ویدیو شما را شگفت زده خواهد کرد. پس تا انتهای این ویدیو را تماشا کنید. شماره 7: عوامل حواس پرتی را دور کنید. از عواملی که وقت شما را میگیرند یا حواستان را پرت میکنند یک لیست تهیه کنید. این عوامل مثلا میتوانند یک تلفن، یک برنامه تلویزیونی یا حتی فردی باشد که باعث استرس شما میشود. برای اینکه بهتر بتوانیم از عوامل حواس پرتی دوری کنیم، روی خودتان متمرکز باشید و نیازی که روی خودتان حساب کنید. شماره 8: روی خودتان حساب کنید. یک راز موفقیت این است که روی خودتان حساب کنید. برای رسیدن به اهداف خود نمیتوانید روی دیگران حساب کنید. بهترین دوست شما نمیتواند به جای شما در کلاس شرکت کند. مادر شما نمیتواند به جای شما ترفیع بگیرد. شریک زندگی شما نمیتواند به جای شما اضافه وزنتان را کاهش دهد. همه اینها کارهایی هستند که باید خودتان انجام دهید. شماره 9: برای رسیدن به موفقیت به برنامه‌ریزی کردن ادامه دهید. هنگام کار کردن روی اهدافتان برای رسیدن به موفقیت طبق برنامه عمل کنید. مطابق تقویم شخصی خود را به چالش بکشید. برای مثال، من تا آخر ماه 1 مایل را در 7 دقیقه خواهم دوید، یا من تا پایان سال 50 میلیون تومان پسنداز خواهم کرد. حتی اگر به هدف نرسیدید، نقطه شروع خود را در تقویم خواهید داشت. شاهد پیشرفتتان خواهید بود. اگر اهداف خود را برنامه‌ریزی کنید و آنها را در تقویمی ثبت و پیگیری کنید، همیشه سندی از پیشرفتتان را با خود خواهید داشت. داشتن چنین سند ملموسی انگیزه عالی برای ادامه کار در جهت رسیدن به موفقیت است. به نظرتون کدوم یک از این راهکارها در مسیر رسیدن به موفقیت مؤثرترند؟ توی کامنت ها برام بنویس. شماره 10: مراقب خستگی مفرط باشید. تمرکز بر هدف مهم است، اما درباره آن دچار وسواس نشوید. اگر مسیرتان را پربازده و در عین حال سرگرم کننده نگه دارید، می توانید بدون افراط در کار کردن انگیزه خود را حفظ کنید. نشستن و فکر کردن مدام به هدفتان می تواند شما را بیش از حد خسته کند و شما را از رسیدن به هدف دور کند. هدف سرگرم کننده ای که قبلا داشته اید بیشتر شبیه کاری می شود که باید انجام دهید تا کاری که می خواهید انجام دهید. میزان رشد شخصی و ظرفیت دستاوردهایتان را بدانید و از خستگی مفرط بپرهیزید. کدوم یک از این راهکارها را شما میدونستید و به نظر شما کدوم یک از این راهکارها در مسیر رسیدن به موفقیت تأثیرگذارتر هستند؟